سلام عزیزان، من از طریق آنلاین چند تا فروشگاه رو بررسی کردم و این جنس رو خریداری کردم. مزایای خرید آنلاین اینه که یکی در وقت صرفه جویی میکنی، یعنی داخل خونت نشستی جنس ها رو بررسی میکنی، بر اساس قیمت ها چه قیمتی مایل به پرداخت هستی و همچنین چون برند ها مختلف هستن میتونی تمام برند ها رو چک کنی و یکی اینکه نظرات کسانی که خرید کردن رو میتونی اطلاع کسب کنی که از کیفیت محصول مطمئن بشی و خرید 24 ساعته از شما هر زمان رو میتونی خرید کنی، حتی نصف شب یا روزهای تعطیل میتونید خریداری کنید و همچنین تخفیفات ویژه‌ای رو که میذارن به صورت آنلاین شما میتونید از اون تخفیفات استفاده کنید که من این $10 تخفیف گرفتم. و اینکه ارسال به درب منزل، یعنی وقتی کالا رو خریداری میکنی بعد از زمان مشخصی که تعیین کردن این کالا به دست شما میرسه و یکی اینکه در مصرف بنزین و همچنین پارک کردن ماشین صرفه جویی میکنید و علاوه شرکتی که ما کار میکنیم علاوه بر این مزایاها اینو داره که شما آموزش رایگان کسب میکنید و بر اساس آموزش هایی که داده میشه به شما به صورت رایگان شما میتونید درآمدزایی بکنید و بعد از 5 سال شما میتونید بازنشسته بشید. امیدوارم که شما رو در وبسایت maryamshirazi.com ببینم. امید فردایی پر از شگفتی و موفقیت.